خانومای قری من، هی شب و روز نشین تو گوش آقایید بخون که چی؟ مهاجرت کنیم. شما هر جای دنیا که بری مردهای زیادی رو خواهید دید که شخصیت زن رو به گند میکشن. در رأس همه اونها آمریکای جهانخوار، آلمان نازی، فرانسه مادر مرده، ترکیه بی‌ادب، کانادای ورپریده و هر قبرستون دیگه. از اینکه مردها هر روز تو خیابون بهت توجه میکنن و مثل یک مکان متبرک تحویلت میگیرن و میخوان که دست و پا و انگشت و خلاصه همه جای بدنشون رو با اتصال به تو متبرک کنن، خسته شدی؟ تو لیاقت اینجا رو نداری. یعنی مهاجرت کردن هم راه حل هایی داره. باید بگم متاسفانه خانوم هایی که خوشی زده زیر دلشون و آقایی رو مجبور به مهاجرت کردن، غلط کردن، زنانگی کردن، بالاخره یه خریتی کردن دیگه. ولی اگه خانوم هایی که حالا 1% مهاجرت کردن یا قصد مهاجرت دارن، چیزایی که من میگم و اگر رعایت بکنن شاید خوشبخت بشن. اول از همه این که بتمرگن توی خونه، حالا تو هر کشور خراب شده ای که هستن، باید یادشون باشه که همیشه باید مثل یک مرغ توی خونه باشن. دومی که باید کاری انجام بدن که آقایی بتونه یه خونه دست و پا کنه و یک شغل پردرآمد داشته باشه تا هم خانومیا بدون دغدغه بتونن توی خونه حبس باشن، تا هم آقایشون بتونه خوب پول در بیاره و خلاصه به عشق و حالش برسه. یک خانوم قری خوب هر کجای دنیا که باشه یک قری نمونه باقی میمونه. برای رسیدن به این هدف هم یک راه بیشتر نداری. همین الان پاشو برو و با مایک بختیاری تماس بگیر. آقا مایک میتونه به آقاییت کمک کنه که سریعتر بتونه یه وامی خلاصه جفت و جور کنه و یه خونه یا شمارم توش حبس کنه. از اون طرفم همین داداش بختیاری خلاصه یه مشاوره‌ای میده که بتونی برای خودت یک وام تجاری جفت و جور کنی که بتونه آقایی پول در بیاره و به عشق و حالش برسه. پس پاشو همین الان مثل یک خانوم قری نمونه برو 2 تا پای آقایی تو ماچ کن و مایک بختیاری رو که ساکن کاناداست رو بهش معرفی کن. خب حالا که یه خریت‌های ریزی کردی و قدر انگشت‌های بیقرار کشورت رو ندونستی و از کشور خارج شدی، امیدوارم که بتونی به کمک مایک بختیاری یک قری نمونه باقی بمونی.